علی هستم. امروز اومدم تا به چند تا از سوالات رایجی که معمولا از من پرسیده میشه جواب بدم و امیدوارم که این پاسخ‌ها بتونه کمک بکنه شما رو که تصمیم بهتری برای زندگیتون بگیرید. یه سوال خیلی کلی که بعضی وقتا پرسیده میشه اینه که راجع به بیزنستون میخواستم بهتر بدونم یا بیشتر بدونم. کار اصلی ما تو این بیزنس اینه که ترافیک بازدید و توی صفحات سوشال مدیا که شامل پلتفرم‌های مختلفه، میتونه لینکدین باشه، میتونه اینستاگرام باشه، میتونه فیسبوک باشه، پینترست باشه، یوتیوب باشه و غیره، ترافیک بازدید رو به سمت کالا و یا سرویسی که مد نظرمونه سوق بدیم و از طریق این کار ما میتونیم شانس بیشتری به اون کمپانی که برایش داریم ادورتایز میکنیم بدیم که محصولش رو بفروشه. بر اساس فروشی که از طریق سایت ما یا وبسایت ما یا اون تبلیغی که ما کردیم انجام بشه کامیشن دریافت میکنیم. این خیلی خلاصه، مختصر، مفید فرایند فعالیتی بود که ما میکنیم. البته برای رسیدن به این هدف ما ابزارهایی داریم و ساپورت هایی داریم که اونا رو میتونین توی ویدیوهایی که من قبلا ضبط کردم توی یوتیوب مشاهده بکنین. بازم اگه سوالی داشتین من خدمتتون هستم. شاد باشین.